امروز چیزی که لبخند روی لبم آورد پسر زیبایم بود. او برای من و شوهرم بزرگترین تحفه خداوند است. در این دیار مسافرت کسی را نداریم و تنها دلخوشی ما همین فرشته کوچک است که با کارهای کودکانش شادی را به خانه بان می آورد. هر بار نگاهش می کنم با تمام وجود شکر می گویم که خداوند ما را لایق داشتن پسر چنین مهربان دید. از سوی دیگر دلخون و بیقرار می شوم. وقتی می بینم نمی توانیم هر آنچه می خواهد برایش فراهم کنیم، اما با امید به فردای روشن باور دارم روزی می رسد که بتوانیم تمام آرزوهایش را برآورده سازیم. در این شرایط سخت تمام توان ما همین است، اما عشق و دعای ما همیشه همراهش خواهد بود.